ای که خانم سجه ما فکر میکنم یک سلسله کارای در تلویزیون برای بازی دادن است. دکتر فرید یونس گفتی بیا یک ذره بیبی جان مقایسه که خود با فرید یونس. دکتر فرید یونس یک آدم تعلیم یافته، یک اسکالر، یک دکتر، یک کسی که در مابین اینمی مملکت دکتر است، درس میته امریکایی ها را. دکتر صاحب شما هم یگان زمزمه میکنین یا نه؟ خیلی یک زمزمه کنین دکتر. خیر از دکتر صاحب یک زمزمه کنین. انسان بدون موسیقی میمره. برای اینکه کل طبیعت با موسیقی خلق شده، کل کائنات با موسیقی خلق شده و موسیقی خودش یک کلمه عربی و همین میوزیک MUSIC از عربی گرفته شده و به موسیقی یک پارت طبیعت است و بدون موسیقی انسان زندگی نداره. از وقت تولدی همین صدا، همین شرشر درختان، صدای بلبلان، آبشار آب، تمام از اینا موسیقی و من موسیقی را خودم نمی نوازم، یاد ندارم، اما مثل هر کس دیگه که پیش خود یگان زمزمه میکنه، یک چیز طبیعی هر کس پیش خود زمزمه میکنه، به این معنی نیست که اون موسیقی را یاد داره، اما آدم چون پارت طبیعت است و انسان پارت موسیقی است، موسیقی پارت انسان است. تشکر دکتر صاحب گل، بسیار شما نمیتونید یگان زمزمه، هر کس زمزمه میکنه. بله تشکر دکتر صاحب گل که زنگ زدین، محبت کردید. یک دنیا ممنونتون هستم. میگفتم سجاد جان به اجازه شما کمی برنامه من روزهای دوشنبه ساعت 12 بجه از ATN نیوز پخش میشه که بینندگان شما هم از این خبر باشن که 12 بجه ATN نیوز به وقت کالیفرنیا، 3 بجه به وقت نیویورک یا شرق کانادا، 9 شب به وقت چیز و باز تفسیرهای سر من شده توسط سیمین جان عمر که من سبا جوابش میتونم. تشکر دکتر صاحب گل. فردا فراموش نکنین برنامه دکتر صاحب. این هنرهای زیبا را و هنرمندان ما را میکوبه. سوال ما از سیمین جان نیست که اول همین صلاحیت به خودت داده که مردم تو بکوبی. دومی که انسان از نگاه دین، انسان یک موجود آزاد خلق شده، خودشان تصمیم میگیرن در زندگی خود. هیچ کس حق نداره کس دیگر ملامت کنه یا در کفر بگیره یا چی کنه. اگر از من میپرسین، من طرفدار رقص هم هستم، اینو واضح براتون میگم. من رقص یکی از آرت میدانم، برای اینکه در اسلام نیت شخص مطرح است. و شما یک کلمه در قرآن بکشین، یک کلمه که در قرآن آمده باشه که رقص حرام است، در قرآن آمده باشه که رقص حرام است، یک کلمه شما از قرآن بکشین. تفسیر آیت ما کار ندارم، کلمه رقص شما بکشین. یعنی من همون جرأت اخلاقی رو دارم که براتون واضح میگم. تمام وقت این محافل که زنا و مردا و اینا هستن اینا محکوم میکنه. تمام مردمایی که در راه هنر و هنرهای زیبا و مثل رقص و ایناست، اینا را محکوم میکنه. سیمین جان خودت چرا همی حق به خود میتی؟ خودت چی کاره هستی خواهر گل من؟ رسول خدا صلی الله علیه و سلم سید مرسلین میفهمن که مؤمن آن است که مردم از دست و زبانش در امان باشد. خودت مردم هر روز توهین میکنی. خودت میفهمی که ما با خانواده بسیار پر افتخار افغانستان که استاد قاسم افغان است ما ازدواج کردیم و ما افتخار میکنم. و پدر ما وقتی که از کار میامد و خودش یک کیمیادان بود، ارمونیا رو واز میکرد، ارمونیا میزد، برای اینکه ما از دین آموختیم که موسیقی در اسلام حرام نیست، نه برای زن نه برای مرد. وقتی که شما اتن روا میدارین، رقص چرا روا نمیدارین؟ در کدام حدیث آمده؟ من همراه استاد عبدالعلی نور احراری که در هرات بود برش تکست کردم، گفتم استاد در کجای حدیث صحیح بخاری که خودت 7 جلدش ترجمه کردی همین رقص آمده؟ گفت نه آمده. من به این موضوع کدام چیز ترجمه نکردیم. پس از کجا شد که رقص حرام است، موسیقی حرام است، نمیفهم خواندن حرام است، ای حرام است، او حرام است؟ من رفتم در باکو، چی تندیس‌های مقبول اینا ساختن در سر سرکا، چی تندیس‌های قشنگی ساختن اینا در روی سرکا، و چی گل و گلکاری، چی زیبایی.
مجسمه بودا را به نام شرک شما پراندین، این کلش کارهای وهابی هست. و ما کسی اینجا میگم افکار وهابی داره و زیر برزی که تمام کسایی را که میاره از عربستان سعودی، از مدینه و مکه میاره بر ما گپ میزنه. مندار اینا کسایی هستن در عربستان سعودی با افکار وهابی صحبت میکنن. یک آدم میاره که تمام 1000 سال امام ابو حنیفه در مورد نوروز چیز نگفت، ولی یک آدم 30 ساله 25 ساله آمده نوروز میگه این کفر است. این کلش افکار وهابی است که نوروز کفر است، تصوف کفر است، نمیفهم موسیقی حرام است، نمیفهم خواندن زن حرام است. و شما هیچ کسی حق نداده که شما همین قضاوت ها را بکنین. شما فقط تبلیغتان را بکنین. اجازه بدین که مردم خودشان تصمیم بگیرن که چی میگن و چی را قبول میکنن. انسان یک موجود آزاد خلق شده. آمدیم در مورد خود من، پیش من رقص حلال است، موسیقی حلال است، رقصیدن زن و مرد حلال است. مرا که بدارم بزنین، من از شما نمیترسم و من هیچ وقت نمیخوایم در گروپ مثل شما باشم. این به نیت اشخاص است. امروز یک جوانی که در امریکا و اروپا کلان شده، بر از او براستی که نواختن وایولن یک آرت است، رقصیدن بله یا هر رقص دیگه که هست، رقصهای سنتی اتن یا هر چی که هست، یک آرت است. او برای فحشا نیست که شما فکر میکنین که یک آدمی که رقصید او یک آدم بد اخلاق است. نه، او رو نیست، یک آرت میبینه. این که شما گپای مرا قبول میکنین نمیکنین، این بحث جداگانه است. من هیچ توقع ندارم که حتی یک نفرم گپ من قبول کنه، اما به هیچ کس اجازه نمیدم که مغز مرا کنترل کنه و زندگی مرا کنترل کنه که من چه قسم باید مسلمان باشم. تمام شما جوانا را میگم، شما امروز باید بفهمین که اسلام آمد که شما را از هر گونه اسارت، مخصوصا اسارت فکری، نجات بده. شما حق دارین که دکتر شوین، ماشی بچه رفتاری تو آسمانندی آن کپکی داری بچه ماشی او بچه بر صورت دلزی بری ممی بری بچه ماشی چادری گوچم باشی بچه ماشی چادری گوچم باشی بچه ماشی بچه ایم شب دبرم فردا کجا می باشی بچه ماشی بچه ایم شب دبرم فردا حق دارین که انجینیر شوین، حق دارین شما دخترها که لایر شوین، حق دارین که رقص بیاموزین، حق دارین که موسیقی بیاموزین. هر چیزی که شما در زندگیتون تصمیم بگیرین شما یک دارین. یک برای شما اسلام داده. یک نفر پیدا شوه برای من یک حدیث بگویه که اینجا حدیث از دهن حضرت رسول کریم صلی الله علیه وسلم نه که تفسیر کرده باشن. تفسیر من کار ندارم ده حدیث، من حدیث کار دارم که حضرت رسول کریم صلی الله علیه وسلم یک حدیث از دهنش روایت شده باشه که این رقص حرام است. شما مرا نترسانین. شما بی سی جان، شما با کدام حق مردم توهین میکنین؟ و شکیب علومی یک جوان بسیار نازنین ما، من شخصا اون رو میشناسم. عقاید سیاسی و مذهبی اینا مردم یک عقاید شخصی مردم است. یکی چیزایی که خودت می قبول میکنه یکی نمیکنه. خودت اون اتر یک توهین کلان کردی، گفتی از دامان ناپاک اینا به وجود آمدن. تو به مادر از او توهین کردی. مرا در درون خانه‌ام گریه گرفت که چه قسم مسلمان هستی که تو مردم توهین میکنی. و ما را میگن که این علمای کدام علما؟ شما کدام عالم دارین در افغانستان؟ کدام عالم شما؟ در عربستان سعودی شما کدام عالم دارین؟ سوریه را در بدر کرد. در اون طرف آقای عبدالرحمن میاری که میگه که بشار الاسد چطورکایی جدار و قاتل چطور، اما عربستان سعودی را نمیکوبی که عربستان سعودی دست خود امرای اسرائیل یکی کرده بر علیه ایران و بر علیه اسد. این خود نمیگین. اسلام دین عدالت و دین اخلاق است. هیچ وقت سیمین جان کوشش نکنی که ما را تهدید کنی، ولی که من از تهدید کسی نمیترسم. من 30 سال است که دین تبلیغ میکنم.
به قسم که خودم فهمیدیم. من نه شیعستم، نه سنیستم، نه حنفیستم، نه شافیستم، نه مالکیستم، نه جعفریستم. من فقط نه سلفیستم، نه وهابیستم. من فقط یک مسلمان هستم، پیرو قرآن هستم و ارشادات حضرت رسول کریم صلی الله علیه و سلم، سید المرسلین، خاتم النبیین، فخر بنی آدم، که گفتارش به قرآن سر بخوره. بس. نه مشیعه هستم، نه سنی، نه حنفی، نه شافی، نه مالکی، نه حنبلی، نه جعفری. من حتی برات واضح برات بگم، من فقه یونس از زندگی خود من تطبیق میکنم و یک حق شرعی است که من فقه خود از زندگی خود تعیین کنم. برای من رقص حلال است، موسیقی حلال است برای زن و مرد. شما نکنین که با دین مردم در کنترلتان براین و با دین مردم از دین بالکل بگریزانین. تا امروز نگفته بودم اما امروز براتون واضح میگم، غیر به ششتین به مردم توهین، علیکم و رحمت الله. همچنان سلام و احترامات خدا برای عبدالرحمن جانم تقدیم دارم. سوال من راجع میشه به یکی از رافیزیات در تلویزیون آریانا افغانستان است به نام فرید یونس. همیشه میاد ملاها و علما را میکوبه به نام وهابی. اگر شما زیادتر همین برادر در مورد منافقین تشریح بده. تشکر. برادر عزیز، البته من فکر میکنم استاد فاتی معرفتی با دکتر فرید یونس نداره، ولی دکتر فرید یونس سالهای سال است از طریق برنامه‌های ما معرفی شده و یکی از اشخاصی است که در برابر تمام علمای ما موقف گرفتن و خودشون با وجود اینکه اعتراف کردن که من قرآن خوانده نمیتونم و نمیخوانم و ضرورم نیست که عربی را بفهمم، ولی امروز در کنار بعضی اشخاص و کسایی قرار گرفته که واقعا از اینا دفاع میکنن و بعضی اوقات ما به خاطر از این که ما مسئولیت پذیر داریم که عزت و آبروی خود نگاه کنیم و یعنی کسایی در دفاع از اینا قرار گرفته که اونا ما توانایی مبارزه و یعنی چی بگویم به چی شکل خود به اصطلاح زیر دامن خانما خود پنهان کرده و به نام از این که من از حقوق زن دفاع میکنم. واقعا امروز بزرگترین خیانت در حق زن میکنه دکتر فرید یونس. شما فیسبوک صفحه آخری که برآمده و یک عکسی از دکتر فرید یونس که سالگیری یکی از هنرمندان آریانا جان در خانه خود گرفته و با اونا عکس های گرفته، وقتی که به فیسبوک مندازن، وقتی که شما صحبت ها رو ببینید که چه قسمی دفاع میکنه و یه آدم، یک کسی که از اسلام خبر داره، آگاهی از قرآن داره، قرآنی که میگه شما حتی صدای یک زن میگه شما صدایتون به شکلی نسازین که باعث یعنی از این نشه که در قلب یک نفری که مریض و بیمار است باعث یعنی ایجاد کدام فتنه نشه. وقتی که قرآن به این شکل یک زن پروتکت میکنه و از او نگهداری و حفاظت عزت و آبرویش میکنه، ولی یک زنی که میره با شکل بسیار قبیح غیر اسلامی که غیر قرآنی است و او میره در حضور هزاران نفر استاد میشه و به بسیار شما همه شاهد همه صحنه ها هستین. ولی امروز وقتی که دکتر فرید یونس برای ما مردم وهابی میگه، مرا به حیث کسی که وهابی بارهای بار در برنامه‌های خود برنامه از اینکه من چادر میپوشم یا حجاب میکنم و هر صحبتی که میکنیم و حتی دکتر صاحب سیرت و مجددی صاحب همه را به نام هر کدام در برنامه‌های خود یاد میکنه، ولی خودش چی دفاع میکنه؟ میگه که این یکی از هنرهای زیباست. چرا شما در این قسمت کدام مخالفت دارین؟ قرآن خود این چیز نگفته و ما برای ایزن به شکلی که از به هنرش من احترام میشه میکنم و خودش جواب خودم میده. حالا شما فکر کنید که ما در برابر این اشخاص چه قسم، یعنی بجز که ما فقط آیات قرآن برای از اینا تحلیل کنیم و بگیم قرآن این چیزا گفته، پیغمبر این چیزا گفته، ازواج مطهراتی تو زندگی کردن، مسلمان های تو بودن، مادر کلانای ما با این ارزش ها زندگی کردن، اینا را پیشکش میکنیم. ولی امروز جامعه ما متاسفانه تعداد کسایی که زیادتر میخواین در تحت فتوای اینمه تو اشخاصی که امو آزادی ها و بیباکی ها و عیاشی ها و امو آنچه را که
دارن و بر از نوع یک فتوای بده که نه یا اوکی امی مسلمانی تو خوب است، این دیگه کس وهابی است، این کسی که میگه 5 وقت نماز بخونی وهابی است، این کسی که میگه چادرتون بپوشین این وهابی است، چادرش عربی است. یعنی انتقاداتی که من اگر یک روز از امی کلیپ های دکتر فرید یونس من اگر برای شما بسازم، شما یک روز میفهمید که آدم واقعا پیش خداوند مسئول است. و کسی که ادعای اسلامیت میکنه هر وقت باید فکر کنه که من یک روز به حضور پروردگار استاده شدنی هستم. نه هنرمندا در کنار می باشه، نه رقاصه ها در پالویم می باشه، نه قدرتمندا می باشه، نه شورای نظار می باشه، نه طالب می باشه، نه هیچ کسی دیگه. فقط مستم و پروردگارم از من پرسان میکنه. وقتی که یک لاین بگیریم بعد از برای که بیننده یک زنگ میزنه، اجازه است یک لاین بگیریم که کی می امین لاین اول ما کی است؟ بیننده عزیز در این خط هستین، خواهش میکنم بفرمایید. سلام سجاد جان، من فرید یونس هستم. سلام دکتر صاحب گل، چیال دارین؟ چطور هستین؟ ببخشید من یک جای ما خالی است. من اول به شما احترام و محبت تقدیم میکنم، باز به برادر بسیار ارجمند و گرامی میتان جان، و خوشحال هستم که ما این سعی کردم. اینی نظر آقای فرید یونس راجع به موسیقی است و ما با این نظر کاملا موافق هستم. اگر از من میپرسین، من طرفدار رقص هم هستم. اینو واضح براتون میگم، من رقص یکی از آرت میدانم، برای اینکه در اسلام نیت شخص مطرح است. یعنی به نظر آقای فرید یونس که در این زمان خودشان اما تو میگن که یک عالم اسلامی هسته و یک عدد زیاد ما هم با مو عقیده هستیم، اینا میگن رقص و موسیقی کدام عیب نداره، بیادر گل باید باشه. اینی قسمته که میگن تمام مردمایی که در راه هنر و هنرهای زیبا و مثل رقص و ایناست، اینا رو محکوم میکنن. من طرفدار رقص هم هستم، اینو واضح براتون میگم. خجالت میکشم که در تلویزیونه، ولی به هر حال در سر همین مسئله که آقای فرید یونس گپ زدن، خانم سجام آمده بود می هفته پیش، یک مشکل داشت با خانم سیمینمر و خانم سجیه همچنان دوستا برم رایی کردن از چند طرف که میره اکسای کو اینی گپ هم میزنه. هنرمندا چرا گپ میزنی؟ و در مورد دکتر یونس که گفتی و هنرمندا را که میگی که هنرمندا به تو مربوط نیست، یک آهنگ ایرانی رو گذاشتم که میگم به تو چی؟ عالمو بازم میگم به تو چی؟ اگر من هر چیزی که هستم به تو چی؟ تو چی؟ It is none of your goddamn business. این عین استدلال خانم سجیه میکنه که بمی تو همی حق کی داده؟ خانم سجیه بمی خودت همی حق کی داده؟ نیویورک یا شرق کانادا 9 شب با وقت چیز و بعد تفسیرهای سر من شده توسط سیمین جان عمر که من سوال جوابش میتونم. تشکر دکتر صاحب گل. فردا داشتری لالی که با دستم کردی، بچه ماشی ماشی لالا مرجان وطن نام به دنیا دارد. بچه ماشی ماشی بچه ماشی ماشی شانه مویم باشی. بچه ماشی ماشی بچه امشب پیش ما سبا کجا می باشی. بچه ماشی ماشی گری آیا میرا پردیسی با گری آیا میرا پردیسی میلاد جان رقص میکنه. میلاد جان بسیار مسرت افتخار میکنم. آفرین به جرأتت. نام خدا انشالله که یک روز به سوی بین المللی در امریکا هم یک هنرمند بسیار خوب شوی. و بس از صحبت کردنم. اوکی بیننده عزیز، شما و یا میلاد جان. घर आया मेरा परदेसी
میلا جان قند پس بیا بجاید من به نمایندگی تمام افغانا از یک دنیا و یک جان تشکر میکنم. کاش که یک گلاس سو برات میآوردم رقیقایت سر کرد. یک دنیا و یک جان سپاسگزارت هستم نازنین به این محبتت کامدی به استودیو. میشکرم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد سید الانبیاء و المرسلین و علی آله و صحبه اجمعین. اما بعد، پیش از که ما پرغوغاترین، پرجنجالی ترین و سکسی ترین بانوی تلویزیون افغانستان در خارج از افغانستان بر شما معرفی کنم، یک دو سه گپ کوتاه دارم. اولی که ما برنامه جان پوپاخان باز سنت‌های خرافاتی را شکستاندن و این مخصوصا موضوع بچه بازی را بالا کردن در تلویزیون که در افغانستان یک شرم عالم است مسئله بچه بازی و پیش از سججان همین موضوع را کسی بالا نکرد. سججان بسیار شدید زده مذهبیون است و معلومدار من خودم ضد مذهبیون هستم، برای از اینکه مذهبیون هیچ به آزادی بیان و کلام اعتقاد ندارن. مذهبیون به حقوق زن اعتقاد ندارن و مذهبیون همیشه ما را به قهقرا نگاه کردن و همیشه ما را پسمان نگاه کردن. و نبیزاده، بنیاد نبیزاده که ای جدا از کارهای که خیریه که براتون گفتم، با کمک بنیاد نبیزاده بسیار مردم در کشور افغانستان برشان نان روان کرده، او روان کرده، آذوقه روان کرده که معلومدار من از یک مطبوعاتی بسیار مقبولیش بتانه سججان معرفی کنم. ما یک چیز میخوایم راجع به سججان کامرانی بگویم که اینا یگانه زن افغان هستند که از دو چیز پرده برداشتن، که یکی که آدم براستی خجالت میکشه که بگویه بچه بازی را در افغانستان با صدای بلند به تمامگی به گوش کلگی رسان که این غلط است. بچه ماشی شانه مویم باشی، بچه ماشی بچه امشب پیش ما سبا کجا می باشی، بچه ماشی بچه امشب پیش ما سبا کجا می باشی، بچه ماشی استیج درست کردن، نمیخوایم پس بیا و پس برا به یک گری آیا میرا پردیسی. با گری آیا میرا پردیسی
میلاد جان رقص میکنه. میلاد جان بسیار مسرت افتخار میکنم. آفرین به جرأتت. نام خدا انشالله. شکر نازم. ما باز بر ما مؤسسه بین‌المللی زنان افغان افتخار بخشیدند که اواردی که برای بانو سجه کامرانی تهیه کردن به خاطر خدمات ارزنده‌شان درباره حقوق زن، مسائل خیریه در افغانستان، برملا کردن تابو در جامعه افغانی مثل بچه‌بازی و خشونت علیه زنان افتخار بر ما دادن و افتخار است که امشب ما اوارد منایست یک عضو بسیار کوچک جامعه افغانی و بی سجه جان کامرانی میتونم اصلا خواهش میکنم که تشریف بیارم. سجه جان قند، you deserve it, you really deserve it. Thank you, Dr. Really deserve it. Well, this is Dr. Seva, please, Dr. Seva, بسیار دکتر سیبا واقعا ما قلبا دکتر سیبا دوزار میکنم جمع مریلن فاولر کس آمدن یا نه؟ خب اگه چی شیم که می یک سارا کلگی ببینم ما امشب مریلن فاولر که CEO یا پرزیدنت وومن انترکالچرال نتورک است ما امروز تقدیر کردیم. چرا؟ Can you change another one? کار دیگه تانا میگم. به طور مثال شما هر هفته میاین در اینجا یک برنامه دارین که یک غریب و غربه از افغانستان میمانیم برای چی مسئله بنیاد نویزاده. بنیاد نویزاده را که میمانین یک کار خیر است، خانه شما آباد، در این من انتقاد ندارم. منتها بنیاد نویزاده شما مثلا 200 400 500 جمع میکنین یا 1000. بنیاد نویزاده هر ماه برای خودت یک چک رایی میکنه که مصرف تلویزیونت و مصرف خودت بته. یا نمی پیسه را که جمع میکنی که میره اوجه، از اوجه او پس یک چک میشه به خودت میایه. اینمی هم یک چالاکی دست است. یعنی اینمی چیزا را ما در میدیا باید سرش گپ بزنیم. هر وقتی که شما ما یک چالاکی دست دیدین بگو اینمی را خدا حاضر است که این جامعه به او ضرورت داره. من شاید شخصی قار شم، گفته مردم بلا در پس من که قار شدم. این جامعه را باید پروتکت کنیم. میدیایی که برای پروتکشن جامعه نیست، برای دفاع از جامعه و غریب و بیچاره و کسی که کم معلومات است نیست، اون میدیا باید آتش